گفت افغانستانی یعنی کی؟ گفتم افغانستانی یعنی همون پدری که بزرگ شدن پسرشو نمیبینه، همون پسریه که تو 20 سالگی شبیه 40 ساله هاست، همون دختریه که تو 10 سالگی ترک تحصیل میکنه. خنده داره نه؟ تازه ایناشو نگفتم بهت. یعنی همون مادریه که هیچ وقت بچه هاشو سر یه سفره ندید. میدونی چرا؟ چون هر کدوم یه وری جون میدن. یکی سوریه، یکی پاکستان، یکی ایران، یکی اروپا، یکی هم که چند سال گم شده و اصلا معلوم نیست کجاست. افغانستانی یعنی از این دنیایی به این بزرگی فقط قصه هاشو داری، یعنی به آرزوهات نرسی و از دور براشون دست کن بدی. افغانستانی یعنی من داغون، یعنی تو داغون که تفرقه ها نمیذاره ما بشیم. ما زاده یک پدر مادر هستیم.